عزیزی که شبها پاتو از پتو میندازی بیرون و همیشه خدا کف پاهات داغ داغه، یعنی اینکه کبد دچار اختلال شده و کبد دچار چربی شده که باید چربی کبدت رو برطرف و درمان کنی. 3 راهکار خونگی میخوام بهت بگم که اگر انجام دادی چربی کبدت درمان میشه و اون موارد مخصوصا داغی کف پات کاملا از بین میره. همراه با ناهارت 1 قاشق غذاخوری سماق رو بخور. سماق باعث میشه که کلسترول بد خون کاهش پیدا بکنه، چربی کبد کاهش پیدا بکنه و کبد رو کاملا پاکسازی بکنه. مورد دوم اینه که قبل از خواب شبت نصف استکان آب قوره طبیعی رو داخل 1 لیوان آب بریز و میل کن. و مورد سوم، در طول شبانه روز از شربت انار، شربت زرشک، دمنوش عناب و یا فالوده سیب زیاد استفاده کن که این موارد باعث میشه که سریعا چربی کبدت برطرف بشه و کبدت کاملا پاکسازی بشه. حالا اگر میخوای کبد چربت اصولی درمان بشه، کلمه کبد رو برام تو کامنت ها بذار، پیج منم فالو کن برای آموزش های بیشتر و بهتر.